یک سوال بلند جواب. من ربک، ما دینک، من نبیک. حالا دیگه به زبان نگویید، لبایتون ببندید. من ربک، من ربک. نگو به زبان، لبایتو ببند. من ربک. جواب هست؟ این روز چقدر گویا هستی. میدانی که داخل قبر اونهایی که ناکامن، اونهایی که در زندگی با الله نبودن، اونهایی که در زندگی با نبی نبودن، اونهایی که در زندگی با دین نبودن، وقت ملک اون نکیر و منکر پرسان میکنه من ربک، این زبان باز کار نمیتونه. اسمی که در این دنیا لبایت ببندی جواب داده نمیتونه. من ربک، من ربک. چه اتفاق میافتد؟ به یاد بیاور اون هنگام را. همه تنهایت میگذارد، نه عالم است که برایت یاد بدهد، نه دعوتگری هست، نه پدر مهربان، نه مادر مهربان، نه زن، نه بچه، نه دختر، در یک جای بسیار تنگ. من ربک. جواب آماده است. چقدر سخت است و روز هم نمیدانم چی میشه، تو هم نمیدانی چی میشه، ولی راهش به ما نشان داده که چی کسی زبانش گویا هست. کسی که در زندگیش با الله هست،